کی هستی؟ ارژنگم دیگه. این ساندویچ ها آدمو طلسم میکنه. ما و کل این شهر از همون اولش مثل شما آدمای عادی بودیم، ولی از وقتی که این ساندویچ ها رو خوردیم طلسم. ساندویچ که به تنهایی طلسم نمیکنه، حتما کاری کسی که داره اونو میفروشه یا واسه اولین بار وارد این شهر کرده. تو تمام این شهر فقط یه نفر میتونه به شما کمک کنه. ببخشید، 2 نفر. فسفودی خان و داداشش کیمون. میخواد پته ما رو بریزه رو آب. برو جلوش رو بگیر. به من گفتن دنبال خونه فسفودی خان و کیفودی خان میگردین. با من بیاین نشونتون کجاست. کلید این زندان در واقع کلید طلسم این شهر. تو شکم همون ماهیه که وسط حوض میدونه. پس ما باید عجله کنیم. ماهیه نیست که. آقا چی شد؟ چرا بیدارم کردی مرد حسابی؟ سلام. این ماهی تو حوض شما خوردید؟ آره خیلی هم خوشمزه بود. الانم دراز کشیده بودم که هضمش کنم. وقت شد. چی شده؟ چرا ماتم گرفتین؟ اگه ماهی شماست پولشو میدم. مسئله اصلا پولش نیست. این ماهی با همه ماهی‌ها فرق داشت. یعنی فسفر نداره؟ یعنی برای بدن مفید نیست؟ چرا؟ معلومه که مفید بود. همه ماهی‌ها برای بدن مفیدن. ولی این یکی که خیلی هم خوشمزه بود؟ که خیلی هم خوشگل بود. من واقعا تو تعجبم چجوری دلت اومد اینو بخوری؟ ببین بچه تو نمیفهمی. آدم گشنه سنگم جلوش باشه قورت میده. بچه خودتی آقا. من کوکبی هستم، مدیر مدرسه. باشه آقای کوکبی، تو هم بزرگ میشی، تو هم معلم میشی. ببینید آقا، واقعیتش اینه که تو شکم اون ماهی یه کلید بود که میشه باهاش طلسم شهرتون رو باطل کنی. واقعا؟ این کلید طلسم شهر الان تو شکم منه؟ بله متاسفانه. حالا باید یه راهی پیدا کنیم که از اون تو بیاریمش بیرون. متاسفم و باید صبر کنید برم دستشویی. بی تربیت. ببخشید، تنها فکری که به ذهنم رسید همین بود. یه لحظه آقای یزدان تشریف بیارین. این مشکل 2 راه بیشتر نداره. یکیش همون کثافتی که خودش گفت، یکی دیگه‌ش هم کثافت هست ولی دیگه نه در اون حد. یعنی میگید ببخشید گلاب بروتون بالا بیاره. دقیقاً. که عمرن اگه انکار کنه. اینجا آدما غذا به جونشون بسته است. ما باید دقیقاً همون کاریو کنیم که فسفودی خان داداشش انجام میدن. چه کاری؟ اونا برای سود بیشتر علاوه بر صف کشیدن و پرخوری جلوی مغازه‌شون مردم رو طلسم میکنن. یعنی کاری میکنن که با دیدن چیزای زشت و کثیف و بدبو حالشون به هم بخوره. کارمون که راحت‌تر شد. میبریمشون پیش اون دو قلوها. اونا استاد زشت کردنن. اتفاقا مشکل کار همینجاست. اینکه چجوری این تنلشو از اینجا برداریم ببریم. یعنی حتی بخوایم بهش موضوع رو بگیم به خاطر مردم شهرش حاضر نیست بیا. شوخی میکنی؟ این الان بکشنش هم از اینجا تکون نمیخوره. پس یه راه بیشتر نداریم مثل مادر حسن کشر تا اونجا غذا بذاریم سر راهش تا بیاد. آدمای فسفودی خان یا از این طرف. اونا همشون دنبال من و شما. دستشون به اون برسه جای ما هم نرگس و دو قلوهاست. باید کمک خبر کنیم. چه کمکی؟ یعنی بریم سراغ پلیس؟ پلیس کجا بود؟ اونا همشون طلسم شدن. برای غذا جلوی فسفودی خان تعظیم میکنن. برم سراغ شاگردان. دلم نمیخواد گرفتارشون کنم ولی چاره دیگه ای نداری. چند تاشون تکواندو کار میکنن. باشه شما برید دنبال شاگرداتون. منم میرم واسه این آقا چاق غذا تهیه کنم. نیم ساعت دیگه کنار همین حوزه میبینمتون. باشه پس نیم ساعت دیگه. خدافظ. چی شده شکول بگور؟ یه نفر شکمو ماهی که من خواستم بخورم و خورده. کلید در زندان تو شکم اون ماهی بود. الان میخوان این شکمو رو بیارن که کلید از در زندان از شکمش در بیاره. مگه شما دکترید که در بیاری؟ آخ چه ماهی بزرگی. الان اینجا بود هر 4 تامون سیر میکرد. همون بهتر که اینجا نیست. اصلا همون بهتر که شما هم نخوردین. ماهی که کلید تو شکمش باشه حتما طلسم هم داره. دنبال دردسر میگردینا. آفرین. سلام. بله. کوکبی هستم معلم مدرسه‌تون. ساکت شو رضا. نظم مثل ترم قبل
یه نمره از انضباطت کم کنم ها. آقا واقعا خود شما هستی؟ بله متاسفانه. فسفودی خان طلسمم کرده. کمکم می‌کنید طلسم این شهر رو بشکنیم؟ سلام آقای کوکبی. سلام. بله حتما، ما هم از این وضعیت خسته شدیم. همین دیشب پدرم برداشت خروسی که از بچگی بزرگ کردم و پخت و خورده. منم هرچی ازش صبح میپرسم میگه من نخوردم. بجز شما چند نفر تو کلاس تکواندو کار میکنن؟ 4 نفر آقا. یکیش هم همین خواهرم، یکی کمربندش از هممون بالاتره. برید سریعتر از مادرتون اجازه بگیرید، منم اینجا منتظرتونم. چشم آقا. بدوید. خانم بیا تو صف. کجا؟ ما هم گوش نبودم. سلام. شما که هنوز تو صفی؟ آره اتفاقا دفعه سومیه که اینجا وایسادی. آخه هر سری یه ساندویچ بیشتر نمیدن. سهمیه‌ایه. میگم باید به همه برسه. میدونی چیه؟ اینا دنبال بهانه‌ان. از قصد میذارن مردم رو صف باشن که براشون تبلیغ شه. من با اجازهتون دوباره با مدیر اینجا کار دارم. خواهش میکنم بفرمایید. خیلی ممنون. خواهش میکنم. چه خبره؟ با مدیر اینجا کار داره، ساندویچ نمیخواد. بچه‌ها بریم. آقا اجازه ما آماده ایم. بریم بیایید. سلام آقا. سلام. میز 6 با سرکله شما پیدا شد. عزیز من یه حرفو چند مرتبه میزنم. گفتم آقای فسفودی خان اینجا نیستن. تمام. بفرمایید. آقا این بار با آقای فسفودی خان کار ندارن. پس چی کار داری اومدی مزاحم کار کاسبی ما شدی؟ اومدم چند تا از این ساندویچ چرب و چیلیتون بخرم. امکان نداره خانم. ما اینجا به هر مشتری با فیش یه ساندویچ میدیم. میدونی چرا؟ برای اینکه به همه باید برسه. حالا اومدی شما یه دونه می‌خواستی، اون یه دونه هم فیش گرفتی. حالا این یه بار مورد من اورژانسیه. اورژانس و غیر اورژانس نداریم. حالا من اومدم بی نوبت بدون فیش یه ساندویچ هم به شما دارم. مشتری‌ها بفهمن ناراحت میشن. اگرم ساندویچ میری نمیذارن اینجا بری بیرون. اینا آدمایی یهو میریزن سرت. من برای سلامت خودت میگم. سوسیس و ژامبون چی دارین؟ ها اینو بگو تا دلت بخواد داری. چقدر میخواد؟ 10 کیلو لطفا. 10 کیلو. پسر 10 کیلو ژامبون. شما بشین من فیششو بزنم. خیلی ممنونم. از این مشتری 10 کیلو یاد 5 تا بیاد کافیه. سلام. ایشون دوست جدیدمون آقا جونمون هستن؟ ماهان ایشون آقای کوکبی هستن. آقای کوکبی دبیرمون سرکاریه دیگه. نه خیر فسفودی خان طلسمشون کرده. آقا اجازه ببخشید من شما رو نشناختم. اشکال نداره. فقط یه نکته مهم بچه‌ها. شما دارید برای شکستن طلسم این شهر کمک به همشهریاتون به من کمک میکنید. اسم سررأس افراد فسفودی خان اسکندره. شنیدم مربی باشگاهتونه. اگه جلوتون وایسه باش در میافتید؟ اشکال نداره. البته اونم مثل من طلسم شده. حواسش نیست داره چیکار میکنه. حواسش نیست یعنی ممکنه ما رو هم نشناسه؟ نمیدونم. در هر صورت شما دارید از مردم دفاع میکنید و اون مقابل مردم ایستاده. شما تکواندوکارا یه شعارایی دارید که بهش سوگند خوردید. میشه اونو برام بگید؟ بله سوگند خوردیم که عقاید و اصول تکواندو رو رعایت کنیم. سوگند خوردیم که به اساتید و بزرگتر احترام بذاریم. سوگند خوردیم هرگز از تکواندو در راه‌های ناحق استفاده نکنیم. سوگند خوردیم جهانو پر از صلح کنیم. همیشه یادتون باشه کنار مردم ایستادن و دفاع از اونا یعنی عمل به همین سوگندایی که خوردید. حالا نظرتون چیه؟ آقا اجازه ما آماده ایم. آفرین. برو سریعتر لباس تکواندو تو بپوش. چشم. بچه‌ها ممنون که کمکم می‌کنید. خوشمون.
سلام. سلام. به به چه شاگردای ورزیده ای. بچه‌ها خانم ماه‌پیشونی هستن دوست جدیدمون. خوشوقتم. خوشوقتی. تونستی ساندویچ گیر بیاری؟ نه متاسفانه سخت بود. منم دیگه 10 کیلو ژامبون خریدم. 10 کیلو ژامبون یه لقمه چپشه. بریم حالا ببینیم چیکار میتونیم بکنیم. آقای کو همینو کم داشتیم. بریم اون طرف. آقا ببخشید اون آقایی که پستونک میفروخت اونجا خوابیده بود و ندیدین کجا رفت؟ گشنش شد رفت کیفود ساندویچ بخوره. خدا این بچه تا نرسیده. کجا داری میری؟ ترسیدم بازم شما برو خانم برو مزاحم نشو برو من خیلی گشنمه. اگه غذا بخوای ما داریم ها. میتونم این کالباسه رو بخورم؟ بله مال شماست. میشه بیارید؟ من حال ندارم تا اونجا بیام. بفرمایید. خیلی وقت این دست و دلبازی تو این شهر ندیدم. اگه بخوایم بازم دارم و 10 کیلو خریدم ولی یه شرط دارم. 10 کیلو که چیزی نیست. شرطتون چیه؟ این که با ما بیای. کجا؟ یه جایی که بدون دردسر این کلید از تو شکمتون در بیاری. یعنی شکمم باید جراحی بشه؟ نه بهتون گفتم که بدون دردسر. بهتون قول میدم که اذیت نشید. نمیخوام. هر طور میلتونه. نگران نباشید. باشه میام. به شرط که هر 10 کیلو کالباس یه جا بدید من بخورم. یه جا که نمیشه، تیکه تیکه بهتون میدم ولی قول میدم کارمون تموم شد همه رو یه جا بدم. الان یه مقداری بدید من بخورم نه داشته باشم باهاتون بیام. باشه. شهره شده توی شهر. چه تنبلی این پسر. این کیه؟ میزنه غمگین ننه حسنه. ننه حسن یه پیرزنه که دیگه نمیدونه چی کار کنه از دست پسرش طفلی مادره. دلش میخواد شاه پسرش کاری بود، دشمن بیکاری بود، زرنگ بود و سواد داشت، یه ذره اعتقاد داشت، نمیخوابید صبح تا شب، درس رو میخوند مرتب، به فکر دیگرون بود، کاری و مهربون بود. مامانش از دستش ناراحت بود؟ خیلی زیاد معلومه. اونقدر که طاقتش دیگه روز تاق شد. بالاخره یه فکری به کلش زد. چه فکری؟ آفرین چه فکری؟ یه روز نزدیک لنگ ظهر وقت گشنگی حسن موقع بخور رفت و یه سبد سیب خرید اومد. با فاصله از هم چی تو خونه؟ خب حالا بردش یه تیکه دیگه بد بخورم. یه تیکه بد بخورم نداشته باشه. همش مال شماست. اگه دو تیکه بده تونتر میام. اینقدر حرف نزنید بیایید بهتون میدم. وایسا یه تیکه دیگه بده جون داشته باشم، انرژی داشته باشم. بیام یه تیکه دیگه. راستی یه وقت همون نشه. خیالتون راحت تو کیفم پره. بیاد. آی گامبو شما یه دختر ندیدی رو پیشونش عکس ماه داشته باشه؟ چرا اتفاقا چند دقیقه پیش اینجا بودم با یه بچه سیبیلو رفتن دنبال کسی که ماهی حوض خورده. ماهی حوض خورده؟ من نمیدونستم قدغنه. شکم گرسنه دینمون نمیشناسه، ما هم خبر نداشتیم، وگرنه خودمون زودتر کلک ماهی رو کنده بودیم. خب
دیگه رسیدیم. ارژنگ، نرگس. ارژنگ کجایی که اینا منو از گشتگی کشتن؟ بچه شما برید مراقب باشید. سلام ما پیشونی. سلام بابایی جونم. سلام عزیزم. اونی که ماهی رو خورده اینه؟ بله. شما دوتا دیوید میخواید با من چیکار کنید؟ هیچ آقا، یه امانتی دست داریم میخوام پس بگیریم همین. آینه آوردی؟ آره آوردم. یه لحظه صبر کن. میخواید با آینه با من چیکار کنید؟ قیافه زیبا تو آینه نگاه کن. حالا بریم کلید بیاری. از من نخواهید من میرم. واسه تو میبرم من به تو دلم و بدجور دادم. لعنت به روزایی که دلم تنگه برا همه این شبا رو قدم زدم باهات. همه جا پا به پاد اومدم و هر جا میشینی میگی بدم و من که واسط قید همه رو میزدم و گرفتاره دلم آره یه بیماره که تب داره مثل بارون میباره. وقتی که تو چشاتو میبندی من دلم میلرزه جون دلم. وقتی تو کنارمی به یه دنیا میارزه. وقتی که تو چشاتو میبندی من دلم میلرزه جون دلم. وقتی تو کنارمی به یه دنیا میارزه. گرفتاره دلم آره یه بیماره که تب داره مثل بارون میباره. اتفاقا من در امر خوانندگی بسیار خودم فعال هستم. حتی در شهر دیوها به شهره خاص عام تبدیل شدم. از ارژنگ دیوم حتی بهتر میخونم و اجرا میکنم. راست میگه. الان براتون میخونم که لذت ببرید و الگو بشه. خواهش میکنم. پیتزا برگر با سس بارچان با سوسیس با سس بلانچ چیپس تو بزن داشتی توی ماس موسیقی و جادو میشی و میای راست توی تیپ یه دیوم و اینه داشتی مقصود شما تو پل بشی گوگوگی بخوری فست فود پیتزا میزنی داشتی مفلود کنارشم سیب زمینی نوشا به بد دوغ ساندویچا رو بدین از اون زیر چون که اومده دیگه فست فود بیف کلسترول بالا میره مسئول نیست کسی اینجا به جز خود فست فود بیف چای چقدر خوبه با قند نباید کسی باشه اینجا که لاغر اینه جادوی منو میرم اینو تا خر تو برای چی قطع کردی؟ من گفتم. ببخشید آقا. نه سانسوری مشکل پخش داره. مشکل پخش چیه؟ من بعدا برات توضیح میدم مامان. این کلید طلسم شهر نیست. از کجا میدونی؟ چون اگه این بود الان طلسم من شکسته شده بود. طلسم ما میشکست. شما چون دیوی طلسمتون تو شهر نمیشکنه. باید برید بیرون شهر. خب با این حساب قفل این طلسم کجاست؟ کجا میخواد باشه؟ یا خونه فست فودیاست یا تو مغازه‌شون. خب ما الان یک کلید داریم و 2 تا مکان. به نظرتون احتمال کدومش بیشتره؟ مغازه فست فود. چون طلسم شهر از ساندویچ اونجا شروع شد. از وقتی این فست فودی راه افتاد و کاروبارش سکه شد این شهر دیگه شهر نشد. آدماش هم آدم سابق نشدن. پس بعد 2 گروشی. من و 2 قلوها میریم سراغ فست فودی خان. تو شاگردان برو مغازه فست فودی خان. منم میام. پس منم شما هیچ جا نمیاید. پس با اجازهتون ما زودتر بریم. شما برید ما الان میایم. عرض کردم شما هیچ جا نمیرید. با سارا میرید خونه. با اجازهتون. به سلامت. بریم. من دیگه نمیخوام تو رو تنها بذارم یزدان. خطرناکه ممکنه درگیر بشین. تو که سلامتی این بچه باش. درست میگه. من این
بچه‌ها رو میخوام بدون تو چیکار آخه؟ هر بلایی قرار سرمون بیاد مثل سر ستامون بیاد. بذار بچه‌ها ببینن تو چقدر قهرمانی. واسه شکستن طلسم این شهر چقدر زحمت میکشی. هر 4 تامون باشه، ولی اگه بذارم مامانت بیاد تو رو محاله بذارم بیای. میری خونه پیش مادر بزرگت کارتون میبینی. حالا که اینجوری شد هم هفته قبلی پول هفتگی منو دادی، هم لباشاتمو خوردی، هم شورمو شکوندی. چشم، هم پول هفتگی تو میدم، هم یه شونه خیلی بهتر برات میخرم، هم کلی برات لباشک میخرم. حالا بریم. بفرمایید. البته خوانندگی واقعا صدای خود بنده بود، فقط موزیک اجرایی بود که بنده. آقا مشکلی پیش اومده. چه خبر شده؟ آقا کوکبی از اینا فرار کرد. به شاخم. چه جوری؟ بکنم کار مادر ارشنگه. اخبی میگو به این راحتی ها ولکن نیستن. آقا الان مهم اینه با ماهپیشونی همدست شده، دنبال کلید زندانه. کلید زندان؟ بلکه کلید زندان رو پیدا کردن. یه مشنون خور اضافی داره خودم جمع کردم که چی؟ که حریف یه بچه سیبیلو و یه دختر نیستن. سری بچه ها رو جمع کن برو مانعشون شد. چشم آقا. گو هیا. آهای مردم دیگه از این ساندویجا نخوریم، چون فسفودی خان و کیفودی خان با این ساندویجاشو شما رو طلسمتون کردن. چرا چرت میگی؟ طلسم کجا بود؟ ساندویجای مغازه خوشمزه است، مردم دوست دارن میان میخرن، مگه نه؟ اگه چاره دیگه هم داریم تو دیگه خفه. مردم چاره دیگه ای ندارن، چون تو این رئیست با همین ساندویجا طلسمشون کردی. شما 4 تا به همین زودی سوگن تکوانو یادتون رفت؟ مگه قسم نخورده بودین به اساتید و بزرگتر احترام بذارید؟ الان با این دختره همدست شدین جلوی من وای میسی؟ ببخشید استاد، شما هم سوگن خوردید که هرگز از تکواندو در راه‌های ناحق استفاده نکنید و مدافع ظالم نباشید. الان میخوام بگی ما طرفدار ظالمیم؟ طرفدار مظلومیم؟ تو این شهر مظلوم‌تر از کیفودیقا و فضولیقا مگه کس دیگه ای هم هست؟ طعنه میزنی؟ حالا نشونت میدم. آقای مردم، این دختره با اون دو قلوهای شنگول و منگول اومدن اینجا یه رستوران دیگه بزنن، گوشت سگ به خوردتون بدن. دروغ میگه. من و دوستا فقط تو این شهر مسافریم. حالا یا از سر راه ما میری کنار یا اینکه چی؟ میای ما رو میزنی؟ حتما با این 4 تا بچه.
بیچاره شدیم. پسر بیچاره چی شده؟ دعوا شده. اونم چه دعوایی؟ سراش رفته بیرون بدون اجازه ای من. چی بگم آقا؟ فسفودی خان گفته دعوا شدن بلیط فروشی باید کمکش کنی. پس بزن این ساندویچ رو بده به من ساندویچ لعنتی رو ببینم. من ارجنگیبم، آدم ها رو زشت میکنم. منو میشناسی؟ بله که میشناسم. میتونم دماغتو مثل پیریکیو دراز کنم، یه شاخ بذارم و یه دوم. مگه ما چیکار کردیم؟ خدمت فسفودی خان کیفودی خان ظالم کمکاری نیست. ببخشید آقا، ما مجبور شدیم، ما که تقصیری نداشتیم. حالا مگه میخواین ارجنگ خان بلای سرتون نیاره؟ گمشین اینجا بریم بیرون. بیاید بریم. بله دارن میرفتن معلومه که دعوا برو سباشون بود برید سباشون میزنم من چی میزنه 4 تا الف بچه ارزنه برو پک هی پک هی این مردم چرا دارن اینجوری میکنن؟ تا دیروز جون نداشتن راه برن، حالا وحشی شدن. کی شما رو راه داده اینجا؟ بشین سر جات، ارجاتون تکون نخورید، وگرنه اینقدر زشتتون میکنم نتونید تو آینه نگاه کنید. من ارجنگ دیوم. منم فسفودی خانم، برای من دادگاهی در میارید؟ احمق، پلاستیکه نمیشکنه. پلاستیکه؟ بشین سر جات. اون مردم رو میبینین چقدر خشمگینن؟ کارشون تو فسفودی تموم بشه میان اینجا رو سرتون خراب میکنن. خیلی خوب. خواهش میکنم ما تسلیمیم. فقط شرط دارم با ما طبق اون احترام و اون شخصیتمون رفتار کنید. خواهش میکنم احترام ما رو حفظ کنید. نگران نباشید، با شما جوری رفتار میکنیم که در شأنتون باشه. آره ببندینشون. فکر نمی‌کردید امروز رو ببینید نه؟ همه ظالما وقتی تو اوج قدرت هستن هیچ وقت به فکر امروز نمیافتن. میدونی من فکر میکنم ما دچار سرنوشت بدی بشیم. طبق قصه‌های قدیمی سزاوار تنبیه شدیم. چه صدایی داره میاد؟ صدای چی؟ فکر کنم طرفدارامون اومدن ما رو نجات بدن. نه شما هم طرفدار دارید. کجاست؟ نگران نباش دخترم. مامان قربونت برم الهی. پشت این پرده یه سردخونه هست. طلسم این شهر تو همون سردخونه است.
عاشقتونم که. عجله کن بودو. چشم. ولی باید یه صدای دیگه داره میاد. ساکت باش. نرگس تلس اروم برداشته شد. وای الهی فدات شم یزدان جونم. چه بویی؟ تلس ماتل شده نه؟ بله توسط شما ما پیشونی خانوم. من خیلی از شما تشکر میکنم. خواهش میکنم. ما اینجا روزگار خوبی داشتیم. غذاهای خوشمزه میپختیم برای مردم. اما یه روز فسفودی خان و داداشش همه ما رو طلسم کردن. هم ذائقه مردم و هم سلامتیشون رو به خطر انداختن. بگذریم. شما بفرمایید داخل سالن. من خوشمزه ترین غذایی که تو عمرتون نخوردید رو براتون بیارم. خیلی ممنونم. بفرمایید. وای خانم ما پیشونی، نمیدونی از دیدن چقدر خوشحالم. یعنی همه شهر مدیون شما هستن. طلسم شهر شکسته شد. خود منم طلسم شده بودم. این کلو کبابی یادگار پدر خدا بیامرزمه. برداشته بودیم به خاطر این طلسم فسفود کرده بودیم. هی مردم بخورن تا چاقن تا بترکن. ولی الان یه پرس غذای ایرانی کجا؟ فسفود کجا؟ واقعا. یعنی پدرم هم از شما راضیه. خدا رو شکر. اجازه بدید الان یه پرس غذای ایرانی برات بیارم که انگشتات هم باهاش بخوری. فقط به من یه لحظه اجازه بدید. خیلی ممنونم. بالاخره موفق شدیم. به افتخار خودتون یه دسته قشنگ. به به آقای یزدان خوشتیپ و قهرمان. ممنونم. ماشاءالله چقدر به هم میاد. لطف دارین. بشین بچه عزیزم بشینید. ممنون ازتون. در ضمن یادتون باشه 2 نمره انضباط آخر ترم از من طلبکاری. خواهم به خاطر خواهرت اون 2 نمره‌ای که ترم قبل ازت کم کرده بودم اون برمیگردونم سر جاش. ممنونم. مرسی. افتخاره. بفرمایید خانم بفرمایید اونجا بشین اینجا خالی است. بفرمایید. بفرمایید. سلام. شما چی میل دارید؟ حالا که طلسم شب برطرف شد میتونم غذا بخورم دیگه. بله هر چی که دلتون بخواد. پس فعلا برای دستگرمی 10 دیس برنج 10 سیخ کباب 3 پاش دوغ لطفا. چشم. واسه دستگرمیه دیگه. اینقدر امروز میخوام بخورم که بترکم. میشه جونتون. شما چی میل دارید؟ یه پارچ چلا کباب. چشم. و شما؟ منو بچه حوس کباب کردی. پس برای ما 3 تا و برای 4 تا شاگردم هم 7 پرس چلو کباب لطفا. چشم حتما. ممنونم. مثل اینکه یادت رفته دنبال بابا ابریشمی میگردی. ماسی اصلا یادم رفت دنبال کی میگردی. حتی آدرسش هم پیدا نکردی. من اسمشون رو نمیدونم ولی اگه از بابا ابریشمی منظورتون همون پیرمرد مهربونیه که قبل از اینکه شهر طلسم بشه اینجا بودن، باید بهتون بگم که رفتن شهر لیلیپوت. یادم اومد. پس باید عجله کنیم زودتر بریم. اول غذا. مثل اینکه از این دوقلو بودن خوشت اومده ها. چون حتی حاضر نمیشه بیای بریم بیرون از شهر که طلسمت باطل شه. از دوقلو بودن اصلا خوشم نمیاد. ولی فعلا حرف اولو غذا میزنه. از جام میخورم. آقا چی شد این غذا؟ از گرسنگی مردیم که. سلام
آقای نگهبان. سلام. به به به، چه افراد مهم و متشخصی. تلس شهر شکسته، همه لاغر شدن، شما چرا تغییر نکردید؟ متاسفانه اون زمانی که تلس شکسته شد من اونور دروازه خواب بودم، تو شهر نبودم. حالا دارم با رژیم و ورزش خودمو لاغر میکنم، فقط روزی یک وعده بیشتر غذا نمیخورم. دیگه از من نمیترسی؟ معلومه که نه. کدوم آدم عاقلی از ناجی شهرش میترسه ها؟ تازه اسم شما هم گذاشتیم ناجی. میتونم به عنوان تشکر بغلتون کنم. خب دیگه بریم. خیلی مخلصیم. با اجازت. امید دیدار. خب اینم بیرون از شهر. دلم برای این قیافتون تنگ میشه. منم همینطور. ما پیشونی خانم. از شهر اومدم بیرون، پس چرا تلسمم باطل نمیشه؟ نمیدونم، شاید باید جدا از هم وایسیم. شما برید اون ور. یه لحظه صبر کن. دلم برات تنگ میشه. منم همینطور. هر آدمی آرزو داره نیمه گمشده خودشو ببینه. خوشحالم از اینکه نیمه گمشده خودمو دیدم. منم همینطور. تو کودک درون من. تو کودک درون من. تو کودک درون منی. 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 حق با تو بودا. تلس باطل شد. دیدی گفتم؟ عجب تلسم چتی بودا. داغون شدی، رکت و کول افتادی. خیلی باحال بود که. برای تو باحال بود، برای من که باحال نبود. ببین حالا باید بریم دنبال بابا ابریشمی. پس پیش به سوی بابا ابریشمی. فقط وایسا من مسیریابمو روشن کنم. من بلدم تا یه جایی شو. از راست. الهی مادر قربون قیافت بود. ببینم با میوزیک که مشکلی نداری. موزیک اگه از کارهای خودت باشه نه. دست از شما این در لباسا بازم داری تو ماشین؟ آره بابا، کلی لباس دارم من تو ماشین. بفرمایید. سلام. یواشتر باد نزن. سلامتی من ناپلونم. ناپلون بوناپارت، نامرد انقلاب صغیر فرانسه. دنبال یه آدمی میگردیم به اسم بابا ابریشمی. شما میشناسیدش؟ نه متاسفانه. یا نمیشه تمامش. بگید این نازه بیارست.